سلام دوستان، ادمین پوزو وی پی ان هستم و با آموزش ساخت SSH UDP برای HTTP کاستوم از طریق سایت SSH Max در خدمت شما هستیم. خب دوستان، من لینک سایت رو برای شما میذارم. لوکیشن های زیادی برای ساخت سرور داره این سایت که من این سرور فرانسه، ایسلند، ایرلند و خیلی از لوکیشناش رو تست کردم و اوکی بود، ولی ما الان برای ساخت از لوکیشن انگلیس استفاده میکنیم. بسیار خوب، روی گزینه کریت میزنیم. خب دوستان، مراحل ساخت سرور آسون هست. یک یوزرنیم باید بدیم و یک پسورد. تیک کپچا رو میزنیم. بسیار خوب. ای بابا، حالا اینم گیر داده. خب وریفای میزنیم. اینو میزنیم که سرور ساخته بشه. خب دوستان ببینید، هر وقت این ارور رو دریافت کردید یعنی لوکیشنی که دارید انتخاب میکنید ظرفیتش تموم شده. خب ما از یک لوکیشن دیگه استفاده میکنیم، مثلا همین اولی. بسیار خوب. صبر میکنیم که بله، میبینید که ساخته شد. خب دوستان، نیاز نیست که ما اطلاعات رو جداگانه وارد برنامه HTTP کاستوم کنیم. کافیه روی این گزینه کلیک کنیم که سرور کپی بشه و وارد HTTP کاستوم بشیم در اندروید و گزینه UDP کاستوم رو حتما باید روشن کنید. دوستان حواستون به این گزینه باشه. اینجا هم که سرور رو پیست کردیم وصل شد. بله وصل شد و خیلی هم سرعت خوبی داره.